شاید بیدار باشن. میشه باشون تماس بگیرین یکم قله بخونن برام؟ بله اجازه بدید. شرمنده، خدا حفظشون کنه. حالا امیدوارم که بیدار باشن. بذارم روی پخش یا اگر بزرگواری بفهمید. بله مادر. سلام مادر، خوب هستین؟ سلامتین؟ زنده باشین، سلامت باشین. شما خوبی؟ بابا خوبن؟ شما خوبی؟ سلامت باشین. قربان شب یلداد مبارک مادر. عمرتون مبارک. اول که سلام و درود به عرض ادب پاش خانم. خوب هستی؟ مادر جان. عرض ادب، حال شما خوبه؟ یلداتون مبارک باشه. بزرگوارید، سلامت باشین ان شاء الله. عرض میکنم مادر جان امکانش هست یکم برای ما قله بخونید؟ قله بخونم یا همینجوری؟ همینجوری. آره. ولی از حمد خدا آیه بسم الله است. دوم از نام محمد که رسول الله است. سوم از حیدر صفدر که ولی الله است. ظلمات میرا بر نور محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. خیلی ممنونم.